و سراسر شور و انرژی فوتبال. سلام و وقت بخیر دارم. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از ورزشگاه شهید سلیمانی شهرستان سیرجان، ورزشگاه اختصاصی گلگهر سیرجان میشنوید. در ورزشگاه گلگهر نام ببریم که باشگاه گلگهر سیرجان به طور شایسته در حال میزبانی از تیم ملی پاراتیراندازی با کمان آقایون بانوان. اینجا هم یک لحظه احسان ماردن توپ رو دفع کرد. آقای حسین امیدی با بازیکنان گلگهر و چادرملو، ارسال بلند روی تیر دوم و گل در دقیقه 11 بازی. آرمان اکوان گلگهر رو به گل میرسونه، بازیکن سیرجانی تیم گلگهر. شما هم یادداشت کنید، گلگهر 1، چادرملوی اردکان 0. شادی تیمی بازیکنان گلگهر سیرجان و عکس یادگاری که میگیرن. اونجا هم صحبت میکنه رضا جعفری با آرمان اکوان. یه زمانی هم توی تیم ملوان با هم دیگه همبازی بودن. در عدد 4 باقی میمونه. یک بار دیگه ببینید، باریکلا به توماشوویچ و بالاتر از او آرمان اکوان، بالاتر از همه مدافعین آرمان اکوان. صحبت میکنه مهدی تارتار. رضا جعفری پرتاب اوت برای چادرملو، بازیکن از اردکانی ها روی زمین مسابقه افتاده. رن بوبو بازیکن قدرتمند باید کنترل کنن. حالا هادی حبیبی نژاد، باریکلا فرزین گروسیان. مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون و مدیر فنی حال حاضر تیم فوتبال خاتون بم، همین دیشب به عنوان برترین. یه بار دیگه بریم اینجا ببینیم گل. رضا جعفری گل دوم رو برای گلگهر به ثمر رسون. گل کاشتن گلگهری ها در دقیقه 28 بازی. گلگهر به گل دوم رسید. این تیم گلگهر خیلی زهر داره امسال و خودش یکی از مدعیان جدی هست. یک بار دیگه فرصت بشه و صحنه آهسته رو ببینیم. ارزش چند بار دیدن رو داشت. گلگهر 2، چادرملوی اردکان 0. نفس راحتی میکشه مهدی تارتار. اینجا صحنه آهسته رو ببینید که مهدی تیکتری نژاد پاس گل داد. چه میکنه این مهدی تیکتری نژاد این فصل؟ برای خودش آقایی میکنه در لیگ برتر فوتبال کشور، لیگ 25. تی در روی او حضور دارند. حالا باز هم در تدارک حمله مهدی تیکتری نژاد. مهدی گل سومی رو میزنی و تدارک میبینی یا نه؟ نوید آشوری کوتاه برای جعفری. عجب کار تیمی قشنگی. یه پاسکاری تر و تمیز رو دیدیم از شاگردان مهدی تارتار. از سمت راست بازیکن‌های گلگهر سیرجان، ارسال پویا پورعلی و اینجا میتونست دقت بیشتری رو داشته باشه. پویا پورعلی بلند بر روی دروازه، موفق‌تر بازیکن گلگهر مهدی تیکتری. رن بوبو ارسال بر روی دروازه، بازیکن چادرملوی اردکان باید مراقب باشن. گروسیان یک گل حتمی رو نجات داد برای گلگهر. باریکلا. احساس ناراحتی هم میکنه. سمت چپ گروسیان احساس ناراحتی میکنه در لابلای گزارش با دست خودش به صورت بازیکن چادرملوی اردکان. متشکریم از کارگردان تلویزیونی برنامه که چندین بار صحنه رو به نحو شایسته برای شما به تصویر کشید. حالا سعید محمدی فر کارت زردی رو هم به حیدر افسری. تیم چادرملوی اردکان باید ببینیم توپ رو تبدیل به گل میکنه یا نه. از انگیزه های بالایی برخوردار هست
رضا محمود آبادی به تیم شهرش گل میزنه یا نه؟ محمود آبادی و میگیره گروسیان دروازش رو بسته نگه میداره این شیرمرد مازندرانی. شادی به اردوی تیم گلگهر سیرجان برگشت و رضا محمود آبادی هم توپ رو تبدیل به گل نکرد. علیرضا علیزاده خطایی هم گویا اتفاق نیفتاده. رنه بوبو و اینجا میرفت که دروازه گلگهر با خطر جدی روبرو بشه. گارد ارسال جدا میشه. رودریگز، حالا محمود آبادی پاس گل میده یا نه؟ پشت محوطه جریمه اونجا به نظر می اومد که برخوردی هم نداشته با فرزین گروسیان. موفق‌تر مدافعینه. ضد حمله مهدی تیکدری، آیا میرسه به توپ یا خیر؟ اینم آفساید از کمک داور اول. وقت‌های 90 دقیقه باقی مونده. مجید ایدی، مهدی تیکدری، رضا جعفری اگر بده شاید آفساید باشه. خود تیکدری و در لحظات آخر توپ او را زدند. اعلام کورنر. و این هم سوت پایان دیدار بین دو تیم گلگهر سیرجان و چادر ملوی اردکان. شاگردان مهدی تارتار در یک دیدار کاملا سر موفق شدند چادر ملوی اردکان رو با نتیجه 2-0 شکست. خدا سلام عرض کنم خدمت بینندگان محترم شبکه ورزش و همچنین سیمای عراق که آرزوی سلامتی میکنم برای شما عزیزان بیننده با پخش زنده دیدار دو تیم پیکان و آلومینیوم عراق از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشورمون در خدمتتون هستیم. و در ابتدا ترکیب دو تیم: میثم تیموری، نیما انتظاری، فرید امیری، سجاد جعفری، فراز امامعلی، محسن آذرباد، افشین صادقی و مرتضی تبریزی. 11 مرد ترکیب اصلی تیم پیکان هستن. تا همین ابتدا چیزی نمونده بود که دروازه آلومینیوم عراق باز بشه. درست در دقیقه سوم مسابقه صحنه حادثه کمک خواهد کرد. ببینیم که چه اتفاقی اونجا افتاد. روی پرتاب بلند شاگردان سعید دقیقی میرفتن که دروازه آلومینیوم عراق رو در ورزشگاه انقلاب اسلامی شهر کرج باز کنن. با هم ببینیم روی این پرتاب بلندی که رفت و 6 قدم و این ضربه‌ای که چقدر خوب برگردون. خود میلاد باقری بالاخره تو پرتاب میکنه رو نقطه پنالتی. ضربه اول رو مدافعین تیم آلومینیوم عراق میزنن. حالا محسن آذرباد اونجا یه لحظه به توپ رسیده با قلدری در بین 2-3 تا بازیکن. حالا به کمکش میاد خود محسن آذرباد. یه سال توپی که برگشت داده میشه. حالا باز هم در برگشت میلاد باقری با پای چپ آرام بود، ضربهش برگشت داده شد. حالا رحمان جعفری بلند پرتاب میکنه نقطه پنالتی. ضربه اول رو اونجا موفق نمیشن مهاجمین پیکان بزنن. مدافعین توپو دور میکنن. مدافعین آلومینیوم هستن که توپو دور میکنن. به دنبال ضد حمله موفق‌تر منصور باقری. حالا یه بار دیگه فرید امیری یه ضربه به سمت چارچوب و محمد خلیفه. ضربه این چهره فرید امیری و فریادهای محمد خلیفه که دور میکنه رضا مرزبان. تو بعد دست بیان. حالا از پشت محوطه جریمه باز هم بازیکنان پیکان یه ضربه سنگین رو راهی دروازه کرد. سجاد جعفری تو دور میشه. حالا ابوالفضل قنبری به توپ رسیده. یه ارسال به سمت راست. فرصت برای بازیکنان آلومینیوم عراق. پاس به بیرون. مهدی برو یه ضربه خطرناک از این بازیکن با تجربه که توپ از بالای دروازه به بیرون میره. از میانه‌های میدان حالا توپ پرتاب میکنه. نرسید به مقصد. رحمان جعفری، ابوالفضل قنبری، خود رحمان جعفری یه پاس خوب به سمت راست. اونجا منتظر توپ بود عباس کعریزی. به توپ هم رسیده. خود عباس کعریزی یکی دو گام در از حرکت میکنه. پاس به بیرون. جهانکوهن و یه ضربه یه سوپر گل از آلومینیوم عراق.
و زننده گل امین جانکوان برخلاف جریان مسابقه. حالا اوست که موفق میشه در دقیقه 39 تیم آلومینیوم عراق رو پیش بندازه. این چهره امین جانکوان که این گونه شادمانی میکنه. اینم اندک تماشاگران آلومینیوم عراق که اومدن به شهر کرج و تیم خودشون رو تشویق میکنن. ببینید این پاس به بیرون عباسی کریزی و این ضربه واقعا مهارناپذیر از امین جانکوان. چه توپی زد، انصافا میتونه گل هفتم باشه. این ضربه امین جانکوان. داور خودش محوطه جریمه قرار گرفته، یه پرتاب بلند ضربه اول رو اونجا میلاد باقری میزنه، در ادامه محسن آذرپا رو دور میکنه. حالا میشه فرصت ضد حمله به وجود بیاد که نه، باز هم فرصت برای تیم آلومینیوم عراق و یه ضربه مهلک دیگه از پشت محوطه، یه بار دیگه از سمت راست، یه ارسال تو از کنار دروازه بیرون میره و اعلام ضربه کرنر. بالاخره ضربه کرنر زده میشه تو محوطه جریمه، توپی که به تیرک دروازه برخورد که اونجا شلوغه تو محوطه جریمه. محسن آذرپا حالا تو برداشته باید دفع کنه و یه سرسامینی بدمه خط دفاعیشون پیکانیا. با هم دیگه ببینیم. ممنونم از همکارانم با دوربین خط آفساید که نه، تو که از خط دروازه عبور نکرد. تو محوطه جریمه چه اتفاقی افتاد؟ یه بازیکن روی زمین افتاد. ضربه زیبای بهروز نوروزی فر رو ببینید. حالا یه ضربه بلند رو به توپ میزنه، اونجا میساونه رضا مرزبان برای رحمان جعفری. حالا پشت محوطه یه بار دیگه یه ضربه از ابوالفضل قنبری که نیمه اول هم یه ضربه رو زد تو زمین حریف رو، اون میاد بلند انجام میده، این بار کوتاه. یه بار دیگه از سمت چپ افشین صادقی و یه ارسال و در دهانه دروازه. چیزی نمونده بود که فراز امامعلی و فرید امیری دروازه رو باز کنن. این چهره فرید امیری است. یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم این ارسال تو دهانه دروازه و ضربه‌ای که فرید امیری زد از کنار دروازه بیرون میره. افشین صادقی، حالا میثم تیموری، یه ارسال تندوزی، یه ضربه سر اونجا دو تیره یک از مرتضی تبریزی. اینا تماشاگران آلومینیوم عراق که تیم خودشون رو دارن تشویق میکنن. این بار کوتاه یه ارسال در دهانه دروازه، یه ضربه یه سر و توپی که اونجا به نظر میرسه میثم تیموری بوده که زدش به سمت دروازه. همین چهره و آقا حسرت برای او با منصور باقری پشت این ضربه قرار گرفته. یه ارسال رو نقطه پنالتی، یه ضربه یه سر عالی، ولی از اون بهتر محمد خلیفه نشون میده که چرا ملی پوش هست. این دروازه‌بان واقعا نجات داده، یکی دو دقیقه 3 مسابقه، یکی هم الان تو دقیقه 83. یه بار دیگه یه ارسال دیگه، باز هم موفق محمد خلیفه است. ممنونم از همکارانم. این ضربه سری که اینجا زده شد و چقدر خوب ضربه سر فرید امیری رو به بیرون فرستاد. این هم لحظاتی بعد که اونجا یه ضربه سر رو زد میلاد باقری. ضربه کرنر منصور باقری رفته بزنه رو نقطه پنالتی. ضربه اول رو اونجا به نظر میرسید که یاسین جرجانی دور کرده باشه. حالا برگشت یه ضربه خطرناک دیگه از افشین صادقی و محمد خلیفه. یه بار دیگه یه ارسال تو محوطه جریمه. یه بار دیگه باید از سمت راست این بار ارسال کنن به روی دروازه. باز هم میلاد بدرقه تو دور کرده. فرید امیری، خود فرید امیری، یه بار دیگه ارسال تیموری و یه ضربه و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. با حسرت برای این چهره میثم تیموری در استان البرز که تمام تلاش رو کردن تا
این مسابقه توی ورزشگاه برگزار بشه. سوت پایان مسابقه هم توسط داور مسابقه به صدا در میاد با برد 1-0 آلومینیوم در مقابل پیکان. امیدوارم از دیدن این مسابقه لذت و برای کافی بود. ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بین تیم‌های استقلال تهران و مثل رفسنجان، بازی که با قضاوت آقای کوپال ناظمی برگزار میشه. آبی پوشان پایتخت با هدایت ریکاردو ساپینتو که به تازگی دوران محرومیتش به اتمام رسیده و حالا دیگه میتونه کنار خط حضور داشته باشه، به دنبال جبران امتیازهای از دست رفته و بازگشت به کورس قهرمانی و حضور دوباره در بالای جدول. استقلال خب تو هفته‌های گذشته نمایش‌های پرنوسانی داشته، اما حالا با حضور هوادارانش چک به پیروزی خانگی دوخته و میخواد که مثل رفسنجان رو اینجا شکست بده و 3 امتیاز بازی رو به دست بیاره. اما اون سمتم تیم رسول خطیبی که خودش محرومه و نمیتونه از کنار زمین تیمش رو هدایت کنه، هفته پیش نشون داد که کم کم داره وضعیتش بهتر میشه و میتونه این هفته برای استقلال درد سرساز بشه. اونا هفته پیش پیکان رو شکست دادن، ماچه 2-0 زمینی که موقعیت براشون فراهم شد و ضربه از بالای دروازه خطرناک به بیرون رفت. بازم مالکیت در اختیار استقلالیاست. جالبه بدونیم بر اساس اون آمار متریکا استقلال بالاترین درصد مالکیت توپ رو تو این فصل در اختیار داشته. موقعیت براشون داره فراهم میشه، پشت محوطه جریمه فرصت هست برای بازیکنان استقلال، پس بالای دروازه به شکلی خطرناک به بیرون میره. موقعیت خوبی بود که نصیبشون شد. ساپینتو راضی از فرم فوتبالی که تیمش داره ارائه میکنه. این ضربه از بالای دروازه با اختلافی کم به بیرون رفت. چارچوب بود، کارش خیلی سخت میشد. نیما میرزازاد با هم ببینی آسانی چرخید، از همونجا ضربه رو زد و به بالای دروازه فرستاد. حرکت خوب از نریمان جهان، میتونه ارسال کنه روی دروازه، برخورد میکنه با آسانی، اونجا کنترل کرده منیر الحدادی. یه لحظه اشتباه، موقعیت برای مسیا فراهم شده، پشت محوطه جریمه، ضربه اختلاف زیاد از کنار دروازه به بیرون رفت. پاس بلند آرمان رمضانی رها میکنه که توپ برسه به کنیا. موقعیت خوب برای مسیا داره فراهم میشه، فرصت خوب برای مثل رفسنجان، ضربه که زدن عالی، توپ رو بلاک کردن. ضربه دوم از بالای دروازش به بیرون میره. خوب بود حرکتی که انجام دادن. ضربه اولو خیلی خوب مدافعین استقلال بلاک کردن توسط صالح هردانی. ضربه دوم از بالای دروازه فرعباسی به بیرون رفت. بلا مهران احمدی میاد رو دستش، توپ میگیره، دنبال بازی سازی، توپ برد به سمت راست برای هردانی. متروس کاستا رفت و برگشتش خیلی خوبه، به این راحتی اجازه نمیده که بازی سازی اونجا شکل بگیره. حرکت پا به توپ خوبی که استقلالی انجام دادن، بردن برای آسانی رو پای چپش، خطرناک ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. حساب کار 1-0 به سود استقلال. بازم یاسر آسانی براشون گلزنی میکنه. از اولین موقعیت جدی که داشتن گل ساختن آبی پوشا و حساب کار رو 1-0 کردن. استقلال 1 مثل رفسنجان 3. گرسه توپ به آسانی، خطرناکه، پای چپ قدرتمند و خلاقی داره و این بار هم تونست برای استقلال گلزنی کنه. خیلی زود استقلالیا به گل میرسن. حضور ساپینتو قطعا میتونه تأثیر گذار باشه کنار خط. با هم ببینیم چه اتفاقی افتاد. از کنار دستان نیما میرزازاد عبور کرد. شاید همه فکر میکردن که با کات داخل پا بزنه به زاویه مخالف، اما موافق و انتخاب کرد و دیگه پای تکیهگاهش عوض نشد. نیما میرزازاد میتونه عکس‌العمل بهتری داشته باشه و در نهایت دروازه باز شد. چه عکس‌العملی خواهند داشت در قبال گلی که دریافت کردن. احمدی، منیر، چرخه منیر حدادی رو به دروازه میشه، از یه نفر رد میشه، سمت چپ اضافه شده کوشکی، حالا میتونه انتقال بده، از همونجا خودش شوت میزنه. خیلی ضربه خوبی نبود، از کنار دروازه توپ به بیرون رفت. حالا ارسال میاد کوتاه مقابل دروازه، یه تکسیب گذاشتن روی توپ و در نهایت ثمری نداشت، توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. برمیگردن مدافعین مس، جاگیری نفر به نفر داخل محوطه جریمه شکل گرفته. ارسال میاد به مقابل دروازه حبیب فرعباسی، خیلی خوب و امن توپو در اختیار میگیره. سری بازی رو به جریان میندازه. احمدی
چند نفر از مسی‌ها جا موندن. چه فرصت خوبی برای استقلال داره مهیا میشه. بردن دوباره به سمت راست، موقعیت هست برای بازیکن استقلال. این بارم میزنه ضربش رو، خطرناک. چه موقعیت خوبی داشت یاسر آسانی، چقدر خوب از حمله به موقعیت رسیدن. عالی بود حرکتشون، سرعت دادن، توپ رو آوردن تو موقعیت ضد حمله، رسوندن به آسانی و این بار با پای راست ضربه رو زد و توپ به بیرون رفت. حرکت بسیار خوب این پاسی که ارسال کردن برای یاسر آسانی اینجا زد، این بار به زاویه دورتر که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. برگردوندن و دوباره توپ به خودش رسیده. حدادی، آشورماتوف دستش توپ میگیره، رزاقینی ها دوباره برمیگردونه، بازم تحت فشار. نقش بازیساز پاسای خوب و سالم میده. منیر الحدادی دوباره اقدام به شوت زنی، این بار توپ از کنار دروازه به بیرون میره. سریع هم با اون کنترل پاسه باعث شد که ریتم بازی استقلال حفظ بشه و همین موقعیت باعث شد برن تو حمله قرار بگیرن. کوشکی سر توپش خیلی خوبه، اضافه شدن گودرزی، حالا رو پای چپ گودرزی ارسالش به روی دروازه خطرناکه. کنترلی که انجام میده، سرخیزان میچرخه، میتونه حالا ضربه بزنه. کماکان موقعیت رو به عقب. منیر الحدادی توپ با اختلاف کم به بیرون رفت، به تور کناری دروازه اصابت کرد. چقدر خوب کار کردن از کوشکی که خوب بود تا ارسال گودرزی. سعید سرخیزان خیلی خوب کنترل کرد و پشت به دروازه کاش برای منیر. چه فر خوبی داد به توپه و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. چه موقعیت خوبی باشه، میتونه حتی گل دوم استقلال باشه. منو سود نزده. کوپال ناظمی 4-5 نفر مقابل توپ قرار داده. نیما میرزازاد حالا سوت میزنه. منیر الحدادی حرکت، ضربه رو میزنه تو به مدافعین، برخورد میکنه، جالب نبود. صالح هردانی شوت دومه چه شوت خوبی بود و با چه اختلاف کمی به بیرون رفت. فکر کنم حتی کورنر هم شد. داره کورنر رو گرفته کوپال ناظمی. با هم ببینیم این ضربه به مدافعین، سر ضرب همونو زد صالح هردانی، به دفاع خورد، به دست میرزازاد نخورد و کورنر شد. عارف آقاسی کنار خط آماده حضور تو زمین مسابقه است. سری انتقادا قطعاً مطرح شد نسبت به عارف آقاسی، اما ازش حمایت کرد. ساپینتو الان کنار خط هم کلی بهش روحیه و انگیزه میده و امیدواره که مدافع گران قیمتش بدرخشه. پشت توپ زنده رو قرار گرفته، میخواد از همونجا ارسال مستقیم احتمالاً داشته باشه. همه رو خط 18 حضور دارن. ارسال میاد به مقابل دروازه، ضربه سر مدافعین استقلال زدن و حالا هردانی تو مسیر سرخیزان پاس میده. چه استارت خوبی زد سعید سرخیزان، یک پیکو رد کنه، میتونه موقعیت رو شکل بده. عالی داره کار میکنه. فرصت برای گل دوم استقلال. حرکتش خوب بود اما ضربه نهاییشو خیلی خوب نزد سعید سرخیزان. چقدر به اون استارت خوب خودش رو جدا کرده از مجید نصیری. با هم ببینیم باش فاصله داشت، زودتر به توپ رسید. این حرکتش خیلی خوب بود، قشنگ یک به یک رد کرد. زاویه هم خوب بود برای اینکه بزنه مخالف، اما ضربه پایانی خیلی خوب روی پاش سوار نشد و از کنار دروازه به بیرون رفت. حرکت خوبی که از سمت چپ چک گرفت. زنده رو، پاس خوب برای نریمان جهان، موقعیت خوب برای مسیا فراهم شده. کاشتن برای جولانی، ضربه‌ای که زد و توپ از بالای دروازه به بیرون فرستاد. احمدی 4 دقیقه هم زمان اضافه برای پایان نیمه اول در نظر گرفته کوپال ناظمی. آشورماتوف، بازم کوشکی. یکی جالبش منیر چقدر خوب اومد، گزینه پاس شده، توپو گرفت، دوباره سپورت به کوشکی، ارسال زمینی و خطرناکش به روی دروازه. توپ کماکان رو هواست. حالا اونجا سرخیزان اگه زودتر به توپ میرسید میتونست آسانی و صاحب توپ کنه، اما
منیر الحدادی دخالت میکنه. حرکت عالی منیر. رزاقینیا میتونن ببرن برای سمت چپی که کوشکی فضای خوبی داره. پاس عالی برای علیرضا کوشکی. یه موقعیت خوب دیگه برای استقلال فراهم شده. خود کوشکی حرکت میکنه رو پای راستش میتونه شوت بزنه. ضربه‌ش اما جالب نیست، از بالای دروازه به بیرون میره. نفرات استقلال بالا داخل محوطه جریمه مسی هم برگشتن. ارسال میاد به مقابله دروازه، خیلی خطرناکه روی خط توپ رو نیما میرزازاد گرفت. چه موقعیت خوبی بود برای استقلالی. آشورماتوف میتونست دروازه رو برای بار دوم باز کنه که با بدشانسی توپشون تبدیل به گل نشد. اینجا با هم ببینیم برخوردی داشت به آشورماتوف و در نهایت نیما میرزازاد خیلی خوب تو آخرین لحظه توپو مهار کرد. موسی جنپو هم رفت خودشو گرم کنه تا شاید بتونه ازش استفاده کنه. ساپینتو خود کوشکی حرکت میکنه، ضربه رو میزنه، خطرناک میزنه، مشت میکنه توپ رو. نیما میرزازاد رو برمیگردونه. زنده رو واسه جلوش توپ بگیره آسانی، توپو زد پشت، اما فخرالدینی زودتر به توپ رسید. یه لحظه اشتباه از فخرالدینی. موقع برای سرخیزان، فرصت خوب برای استقلال فراهم شده. خود سعید سرخیزان میکاره رو به عقب. احمدی کنترل با پای چپ از همونجا شوت میزنه. توپ از بالای دروازه به بیرون میره. استفاده خوبی داشتن از اشتباه میلاد فخرالدینی. صالح هردانی پاس بسیار خوب به وسط زمین. منیر الحدادی چرخش خوب منیر، پاسش عالیه به سمت چپ. استقلال رفت تو موقعیت حمله قرار گرفت. گودرزی هم اضافه شده. فرصت ارسال براش داره. فراهم میشه ارسال بیا روی دروازه. توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. چقدر خوب بود حرکت استقلالیا. ایمان سلیمی توپو به کورنر فرستاده. میخوان کورنر رو سریع و کوتاه بزنن. ببینیم اینجا اضافه شدن گودرزی با گام‌های بلند. پاسی که ارسال کرد به دهانه دروازه. ایمان سلیمی زودتر رسیده از سرخیزان توپو به کورنر فرستاد. بین دو نفر یه لحظه اونجا اشتباه کرد، توپ ازش گرفتن، بازم رسید به توپ. مهران احمدی، یاسر آسانی حرکت خوبی که انجام دادن. خود یاسر آسانی خطا کنن روش اخطار پشت محوطه جریمه. رو پای چپش میتونه ضربه رو بزنه. خود آسانی کماکان موقعیت داره، حالا میکاره فرصت برای کوشکی. ضربه رو میزنن یا نه؟ پاسی که ارسال کردن. خود جولانی ارسال خطرناکش به روی دروازه، توپو میگیره حبیب فرعباسی. ضربه توپ زیاد بود و به کسی نرسید جز حبیب فرعباسی. هوادار استقلال نگران این توپن. توپ خطرناک به نظر میرسه با توجه به بازیکنان سرزنی که مس داره. خود جولانی ارسالش به روی دروازه خطرناکی، یه تاثیر گذاشت روش. حبیب فرعباسی خوشحالی هم میکنه از اینکه نذاشته توپ تبدیل به گل بشه. جلوش خورد زمین و واقعا مهارش سخت بود، اما خوب از عهده‌اش بر اومد. رو دستش نصیری. حالا پاسی که فرستاده شد. خود نصیری موقعیت ارسال از همونجا سانت میکنه روی دروازه. با آرمان رمضانی بلند شد، ضربه سرش رو زد، توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. ایمان سلیمی مس کاملا بالا اومده و استقلال تو لاک دفاعی فرو رفته منتظر ایجاد ضد حمله. جولانی شوت میزنه از همونجا. سوت میزنه صالح هردانی، رد میشه. یاسر آسانی حالا ضربه به سمت چارچوب مدافع برخورد کرد و توپ روی سقف دروازه فرود اومده. یک کورنر نصیب استقلالیا میشه. زنده روح خورد و به بیرون رفت. خود آسانی قرار کورنر روی دروازه ارسال کنه. 82مین دقیقه مسابقه. یاسر آسانی ارسالش به روی دروازه خیلی خطرناکه، توپ رو برید. مدافع استقلال ابوالفضل زمانی بود که ضربه رو زد، اما بازم راهی به چارچوب نداشت. با هم ببینیم سر تیر یک به وجود میاد. فخرالدینی رو به عقب، سر توپ خطا به نظر میرسید، اما داور خطایی اعلام نکرده. کار داره دنبال میشه. اسلامی فرصت ضد حمله برای استقلالیا برای استفاده نازون. اون سمت چه فرصتی داره؟ زمانی ارسال به روی دروازه، فرصت برای استقلال. توپو برمیگردونن مدافعین مس. گل میشد، شاید بازی به جنجال کشیده میشد چون معتقد به خطا بودن. نقیزاده گام میزنه، تکل بسیار خوب از عارف آقاسی. توپو به بیرون میزنه، اجازه نمیده که فرصت شکل بگیره. دوباره زنده رو. مثل انصافا تیم خوبی نشون داد. باخت با حداقل گل مقابل یه استقلال خوب و
آماده امشب نشون میده که تیمش قابل احترامه. رسول خطیبی شاید اگه کنار خط بودن وضعیت متفاوت بود. به هر حال هنوزم موقعیت دارن. توپو بردن به سمت راست، سر توپ ارسال به روی دروازه، خطرناک و بازم دستان امن حبیب فرعباسی. دیگه اینجا فکر کنم کسی دلش برای آدان تنگ نشه، چون همه توپا رو خیلی خوب و مطمئن در اختیار گرفته. سوت پایان مسابقه رو به صدا در میاره کوپال ناظمی. برتری یک گله استقلال مقابل مس رفسنجان تو بازی که قطعا از دیدنش لذت بردین. 3 امتیاز حساب استقلالیا واریز میشه. دوستانم در فوتبال برتر با شما همراه هم. من ازتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. زرد پوشان سپاهان به نوعی طوفان زرد، شیرهای زرد، زرد طلایی و طلایی پوشان اصفهانی. پرتاب روی تیر دوم مشت میکنه یه بار دیگه. خط دفاعی، ضربه سر و خطا روی امید افشین. 4 بازی رو انجام میدن. تراکتور هم لغو شد بازیش. حرکت در سمت راست یه بار دیگه. سانچز میاد روی تیر دوم میفرسته. خطرناک هم فرستاد برای علیاری. تیم جوان با انگیزه، کم هزینه و دوست داشتنی برای خوزستانی ها با یک مربی جوان خرمشهری به نام امیر خلیفه است. ارسال، فرصت برای بازیکنان سپاهان. خطرناک، خوب کار کرده سانچز. یه بار دیگه ارسال روی تیر دوم، موقعیت برای بازیکنان سپاهان. ضربه‌ای که پس از برخورد به کرنر میره. ضربه ریکاردو آلوز بازی کرد و لیگ پرتغال. ارسال روی تیر اول، فرصت برای بازیکنان سپاهان. دروازه باز شد. دقیقه 28 روی یه تعلل محمد دانشگر، مدافع پیشتاخته و با تجربه سپاهان. دقیقه 28 گلزنی میکنه. مرور بکنیم ضربه کرنر و هواداران اصفهانی که اومدن در ضلع غربی ورزشگاه نشستن. مرور بکنیم ارسال عالیه آلوز. ضربه سر علیاری دفع کرد یه بار امید افشین. خط دفاعی باید برمیگردون که این کارو نکرد. اینجا بود در دهانه دروازه. محمد دانشگر 1-0 جلو میندازه سپاهان رو در آبادان. احمدی و صادقی رو در سمت چپ به تو میزنه. یه بار دیگه 1-2 در محوطه 6 قدم. خیلی خوب هم دیگه رو پیدا میکنن و حاجی ایدی راه بسته است. میاره باز هم سمت راست جایی که یوسفی هست. فرصت برای بازیکنان سپاهان و خطرناک ضربه زده شد. یه پشتک، پرتاب پشت محوطه جریمه. فرصت برای بازیکنان استقلال خوزستان. تعادلش به هم خورد این پرتاباش. پرتاب روی تیر دوم، فرصت برای بازیکنان استقلال خوزستان و کرنر برای آبی پوشان. خیلی خوب فرستاد در دانه دروازه. یه کارت زرد. چقدر شلوغ شده اونجا. های صفی داره صحبت میکنه. اینور بوهمدان، دوتا کاپیتانا. مرور بکنیم. خیلی متشکر همکار خوبم در واحد سیار مرکز خوزستان که به آبادان اومدن. اینجا بود با کف دست خودش توپ رو به کرنر فرستاد و اعتقاد داشتن. باز هم سانچز با پای چپ روی تیر دوم، فرصت برای بازیکنان سپاهان و دستان کشیده امید افشین. این سنگربان اجازه نداد ضربه سر زده بشه. سجاد دانای باغکی
آقای عرب براقی هم که توی اتاق وار هست. شفی دوست فرستاد، اعتقاد دارن توپ به دست خورده و پنالتی رو میخوان اعلام بکنن یا نه. توی تصویر شما چندین بار دارن نشون میدن. همکار خوبم در واحد سیار و بچهای وار. مهمترین اتفاق بعد از زدن گل روی این صحنه، ضربه سر شفی دوست و وقتهای اضافه نیمه نخست و خوشحالی تماشاگران اصفهانی در ورزشگاه تختی آبادان زده بشه. آیا گل دوم زده میشه برای سپاهان در آبادان یا نه؟ افشین اجازه نخواهد داد. با پای چپ ضربهشو میزنه، جهت رو خوب رفت افشین. گل دوم برای سپاهان توسط کاپیتان حاج صفی در وقتهای اضافه نیمه نخست. گل دوم زده شد و خوشحالی هواداران میرن مقابل دوربین تلویزیونی قرار میگیرن. از این نما هم ببینید، پای چپ زد، محکم زمینی، جهت رو خوب رفت امید افشین. یک میخواد ضربش رو بزنه، دقیقه 63 هست، با پای راست ضربه زده میشه، به شکل خطرناک هم زد و درازکش اخباری جمع کرد. سریع با نورافکن کار میکنه. یوسفی با پای راست برخورد کرد به خط دفاعی. این بر رستمی درگیر با حاجی ایدی. رو به عقب فرار برای بازیکن استقلال خوزستان، از دروازه بیرون اومد. یه بار دیگه فرصت برای کم کردن یکی از گل‌ها برای استقلال خوزستان. ضربه امیر حسین جلالیوند، خوب زد، خوب حرکت کرد. فرهادی خوبم بازی کرد. حاجی ایدی فرار در سمت راست، حرکت برای بازیکنان سپاهان. فرصت برای گل سوم، نه اجازه نمیده. باز اومدن جلو روی تیر دوم. فرصت برای بازیکنان سپاهان، پشت محوطه جریمه. خطا نه نیست، ادامه داره و ضربهشو زد. ضربه جواد آقای پور. این فوتبال لیگ برتر ماست. امیدواریم زیر ساخت‌ها هم درست بشه، مثل استقلال خوزستان که حقش در اهواز بازی بکنه. دوتا مربی خوش اخلاق، امیر خلیفه است، محرم نوید کیا، به طور حد داره میگه تیم خوبی درست کردی خلیفه. پیام حیدری خواهیم بود با سوت پیام حیدری که از این لحظه بازی هم آغاز میشه توسط پرسپولیسیا که در این مسابقه پیام نیازمند و درون دروازه خودشون دارن. امید عالیشاه، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، سروش رفیعی، مرتضی پور علیگنجی، علی علیپور، تیوی بیفوما، محمد امین کاظمیان و مارکو باکیچ در تختی خرم‌آباد مقابل خیبر قرار گرفته. حالا سمت چپ فرصت برای پرسپولیسی‌ها. علی علیپور صاحب توپی، ارسال زمینی و کوتاه، ارتباط و محبی یه لحظه قطع کرد. همچنان علیپور به دنبال توپ، اولین کرنر برای پرسپولیسی‌ها. پرتو بلندش داخل محوطه جریمه. این ضربه سر و توپ مستقیم به بیرون رفت و ضربه دروازه برای پرسپولیس. پیام نیازمند باید ضربه دروازه رو بزنه. ضربه سر و زد در برگشت بازم پرسپولیسی‌ها. حالا سمت چپ بیفوما صاحب توپ، موقع برای پرسپولیسی‌ها فرصت دارن. کاظمیان ارسال روی دروازه در ادامه و ضربه‌ای که مارکو باکیچ زد و البته علیپور بود که با پای چپ زد و با اختلاف توپ به بیرون رفت.
بازیکن بلند قامت خیبر هم برای زدن ضربه سر جلو کشیدن آخرین نکات رو هم مهدی رحمتی اونجا منتقل میکنه. گودرزی رها کرد، اسماعیلی بابایی ارسال مستقیم به تیر 2 و از روی سر همه گذشت. عارف قزل هم نتونست ضربه رو بزنه. علیپور فرصت برای پرسپولیس، روی پای راست فرصت شوت زنی و ضربه او پس از برخورد با دیناروند به کرنر رفت. امید علیشا کوتاه ارسال حالا انجام میشه روی دروازه، این ضربه سر و محبی توپ رو در آورد. یه لحظه همچنان توپ روی حواس و حالا دور کردن بازم پرتاب برای پرسپولیس. با ضربه سر توپ رو در آورد از روی خط دروازه مسعود محبی. ارسال برای علیپور پشت محوطه جریمه، یه دور میزن علیپور، توپ رو رد کرد. خود علیپور روی پای راستش موقعیت شوت زنی و واکنش خوب دیناروند توپ رو راهی کرنر کرد. بازم اجازه شوت زنی بهش داده شد و علیپور خوب کار کرد در این صحنه. ببینیم روی پای راستش یه فضای خوبی رو داشت، زبش هم زد که دیناروند راهو بست و کرنر برای پرسپولیسیا. از این نما هم ببینیم شوتی که علیپور زد. گودرزی پشت تو واگذار کرد، طاهرخانی ارسال مستقیم موقع برای تیم خیبر و گل برای پرسپولیس، برای خیبر. معصومی دروازه رو باز میکنه، حساب کار 1-0 میشه برای تیم خیبر. ورزشگاه منفجر میشه. یه کار تمرین شده، یه ارسال کاملا با برنامه و یه گل قشنگی که به ثمر رسید برای تیم خیبر. غافلگیر شد خط دفاعی پرسپولیس و اینم محمد عرفان معصومی. چقدر خوب کار کردن، چه نقشه‌ای کشیدن. ببینیم با هم از بین پای نیازمند یه تونل باز شد و توپ رد شد. ببینیم چقدر خوب کار کردن، چه نقشه خوبی کشیدن، کاملا تمرین شده و یه گل کلاسیک رو خیبری ها به ثمر میرسونن. خیبر 1 پرسپولیس 0 با گلی که معصومی در دقیقه 28 به ثمر میرسونه. حالا بازی قطعاً جذابتر هم دنبال خواهد شد. بازم خیبری ها جلو کشیدن، بابایی کرنر به تیر 1 فرصت و ضربه سر مسعود محبی. به چه شکل خواهند زد پرسپولیسی ها؟ آلیشا بلند به تیر 2 فرصت برای پرسپولیسی ها داخل محوطه جریمه. این ضربه سر همچنان توپ رو قرمز پوشان در اختیار دارن. بیفاما ارسالش و بازم به توپ رسیدن بازیکن خیبر و توپ رو موقتاً دور میکنن. حالا میتونه ضد حمله شکل بگیره برای خیبر. پا به توپ سفیر چغایی برای گودرزی، سمت راست چه فضایی داره قزل و حالا توپ بیرون رفت و محسن سفیر چغایی که روی زمین هست و یه کارت زردی که ابرقویی این بار گرفت. میگه خوشو بشیرم داره با سروش رفیعی، امیدواری مشکلی نداشته باشه. سفیر چغایی روی این میتونه بررسی هم بشه. به نظرم این صحنه یه جوره انگار عمدی هم بود. دارن پرسپولیسی ها یه حرکت از بیفاما، یه ارسال، یه موقعیت، برگشت تو باکیچ، فرصت شوت زنی و شوت عالی باکیچ با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. دستش طاهرخانی رو داره، خود طاهرخانی با شجاعی فرستاد اگر به توپ برسه که نرسید و توپ به بیرون رفت. حرکت سروش رفیعی میبره به سمت راست، براجعه به توپ رسیده، از همونجا ارسال روی دروازه، موقعیت برای تیم پرسپولیس. فرقیچی برگردان صادقی رو دیناروند راهی کرنر کرد. واکنش خوب دیناروند باعث شد دروازه خیبر همچنان بسته بمونه. کرنر برای پرسپولیس. این ضربه آکروباتیک خوب از صادقی با واکنش خوب دیناروند راهی کرنر شد. داورم اونجا بازم یه سری نکات رو به بازیکنان دو تا تیم منتقل میکنه، تذکراتی رو در واقع داد و حالا کرنر توسط آلیشا زده میشه بلند به تیر 2. این ضربه سر و بازم پرواز محمد رضا دیناروند که به توپ رسید. خطا هم اعلام شده به سوی خیبر. توپ لو میره استون اورونوف و حالا ضد حمله برای پرسپولیس. امید آلیشا سمت چپ موقع برای این تیم. علیپور به تو زده، این ضربه سر. چقدر خوب کار کردن و کرنر، این ضربه سر و این واکنش از
دیناروند که فراجعه دورخیز او از همونجا شوت رو میزنه و بازم واکنش عالی از دیناروند. چقدر خوب زد و چقدر خوب گرفت محمد رضا دیناروند. عالی بوده در این مسابقه دیناروند. فرصت، موقعیت و بازم دینارونده که با جسارت توپ رو در اختیار میگیره. یک کارت زرد برای بازیکن پرسپولیس فکر کنم اونجا. این ضربه سر، گودرزی به دنبال توپ، بازیکن خیبر میبرم به سمت چپ. فرصت، زرونی بازیکن تکنیکی است با گودرزی، ارسال کوتاه، موقعیت برای خیبر. این بار پیام نیازمند توپ رو میگیره، سریع هم کار رو آغاز میکنه سمت چپ. اورونوف رو صاحب توپ کرد اما از راه رسید بوسبی و پرتاب برای خیبره. شادمان هستن از نتیجه که تا این لحظه به دست اومده. بازم فرصت برای خیبر سمت چپ، موقعیت، تک به تکم میشن و این ضربه که به کنار دروازه رفت. حرکت خوب عیسی مرادی، توپش راهی به چارچوب نداشت. در عرض با مرتضی پورعلی گنجی و هم سمت راست یعقوب براجه رو صاحب توپ میکنه. ارسال مستقیم به محوطه جریمه. عالیشا، این ضربه سر، این موقعیت در برگشت همچنان بازیکن پرسپولیس و توپی که فکر کنم با دستش زد ابرقویی. کارت زرد رو هم داره فکر کنم اگر بخواد کارت زرد بده. و دیگه رسیدن بازیکن پرسپولیس، بازم موفق‌تر بازیکن خیبر پشت محوطه، موقعیت شوت زنی هم هست. این شوت عالی و ضربه بوسبی از کنار دروازه به بیرون رفت. تغییر دیگه راهها بسته است، باید پاس بده. اورونوف این کار رو حالا انجام میده. عالیشا، ارسال، موقعیت برای پرسپولیس، برگشت توپ پورعلی گنجی و حالا توپ رو بازیکن خیبر دور میکنن. پشت محوطه جریمه صادقی بین دو سه بازیکن، صادقی خوش تکنیک و تکل خوبی که زده شده از مسعود محبی و بازم کرنر. اگر تا پایان باقی بمونه آخرین بازی وحید هاشمی هم شاید باشه روی نیمکت پرسپولیس. موقعیت و حالا دروازه باز میشه. ضربه سر امید عالیشا باعث میشه تا فعلا هاشمیان هم شاید ماندنی بشه. ارسال عالی، ضربه سر دیدنی و گل تماشایی امید عالیشا. در دقیقه 89 یا 90 بهتره بگم دروازه خیبر باز میشه و پرسپولیسی‌ها به بازی برمیگردن. هاشمیان هم اینجا آب مینوشه و آروم میشه. حالا از زیر فشار در میاد. یه ارسال بلند اصلا هم آفساید نبود، از پشت سر اومد و ضربه سر رو زد و دروازه رو باز کرد تا حالا تجربه بازیکن پرسپولیس به کمکشون بیاد. گل تماشایی امید عالیشا همچنان میدرخشه. امید عالیشا برای پرسپولیسی‌ها. کنانی زادگان، حرکت تکنیکی او، ارسال روی دروازه، یه اشتباه، یه موقعیت عالی و ضربه دیدنی که زده شد توسط محمد عمری و واکنش فوق‌العاده از دیناروند. بازیکن خیبر سمت چپ، فرصت، گودرزی پا به توپ، موقعیت برای خیبری ها روی پای چپ. این ضربه در ادامه موقعیت دارن خیبری ها، فرصت برای این تیم و گل، اما آفساید. اعلام آفساید شده. داور پرچم زده، کمک پرچم زده، اما حالا کمک داوران ویدئویی میتونن به داد این صحنه برسن. همون چیزی که عرض کردم که بیکار بودن حالا کارشون در میاد و باید این صحنه بررسی بشه ببینیم که گل سالم بوده یا خیر، گلشون مردود نشه. اینجا که آفساید به نظر نمیاد تا این لحظه، تا اینجا که هواداران خیبر اینجا که اصلا نمیتونه آفساید باشه انصافاً. رو این صحنه‌ای که داریم میبینیم ببینید اینجا کاملا مشخصه که بازیکن پرسپولیس پر کرده آفساید رو و گل میتونه سالم باشه، اما باید پیام حیدری بیاد کنار زمین و اگر بیاد قطعا هواداران خیبرن که خوشحال میشن. ببینیم پیام حیدری میاد خودش هم صحنه رو ببینه یا اینکه نه فقط تایید میکنن و او هم گل رو سالم تایید میکنه. ببینیم بله گل تایید میشه، گل تایید میشه. 2-1 برای خیبر با گل عیسی مرادی. چه خبر ورزشگاه،
چه هلهله و شادی تو ورزشگاه. خیبر 2-1 برنده میشه حالا. اوه 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 چه خبره، چه خوشحالی، چه لذتی دارن هوادارهای خیبر و چقدر غافلگیر شدن پرسپولیسی‌ها روی این صحنه. و حالا سوت پایان مسابقه به صدا در میاد با برتری 1-0 خیبر خرم‌آباد مقابل پرسپولیس تهران تا خیبری‌ها 10 امتیازی بشن و سومین برد فصل خودشون رو تجربه بکنن. شادی بی حد و حصر تیم خیبر و هوادارانش در ورزشگاه تختی شهر خرم‌آباد و پرسپولیسی که در این بازی بازنده میشه تا شرایط بحرانی رو در این هفته ها پشت سر بذاره. ممنونم از همراهی شما بینندگان گرامی شبکه 3 سیما که ما رو تا پایان این مسابقه همراهی کردید. بریم به پخش شبکه 3 همکارانم محمد احمدی و شما بینندگان عزیز. من در ورزشگاه تختی با شما عزیزان خداحافظی میکنم، ضمن اینکه یه بار دیگه گل برتری خیبر رو که عیسی مرادی به ثمر رسوند رو شما عزیزان ملاحظه میکنید. شبتون بخیر، یا علی مدد، خدا نگهدار. تجربه فولاد قاسم هم حسابی تشویق میشه در ورزشگاه تا آقای مصطفی بینش از این لحظه تقابل رو آغاز کنه در فولادشهر. اولین حرکت از بازیکنای فولاد خوزستان. یه پاس برای مرتضوی جوان که در تیم ملی امید هم بازی کرد. یه لحظه موقعیت برای امید لطیفی، داور قبلش خطا اعلام کرده بود، دروازه باز شد اما خطای امید لطیفی فکر کنم یا مرتضوی بود که اعلام شد. یه حرکت از احسان محروقی. یه پاس عمقی فرصت است برای فولاد در درون محوطه جریمه. پاس رو به جلویی که ضربه کرنر را رزاقپور خواهد زد. کوتاه برای ساسان انصاری. یه پاس کوتاه دیگه سینا اسدبیگی، موقعیت برای شوت زنی، تو برخورد میکنه به مدافعین ذوباهن. حالا ضد حمله اجازه نمیده اونجا. سرابادانی، بلانکو، شلیک سنگین از سرابادانی و داوود نوشی سفیانیه که توپ رو به کرنر میفرسته. اسدبیگی ارسال مواج روی دروازه، ضربه سر اول میزنن مدافعین ذوباهن، میتونن ضد حمله رو طراحی کنن، موفق میشن. بلانکو ضربه ای که میزنه دوباره داوود نوشی سفیانیه که دروازه ذوباهن رو نجات میده. این سینا اسدبیگی. یه پاس برای ساسان انصاری، تکسب میندازه برای سرابادانی، اشتباه سرابادانی، دوباره داوود، دوباره نوشی سفیانیه که اجازه نمیده و البته قبلش آفساید اعلام شده. یه توپگیری فرصت برای فولاد خوزستان. مزرعه نگاه میندازه ارزی، یه پاس فرصت هست میکاره برای سرابادانی، دوباره شلیک، توپ میرسه به مزرعه، این بار آفساید نیست و گل، گل برای فولاد. اما قبلش داور بازی رو متوقف کرده، بود. آفساید نگرفت، کمک. ببینیم توپ به دست برخورد کرده اونجا یا نه. ببینیم اینجا محروقی با کاش برای سرابادانی ضربش رو زد. آفساید بود فکر میکنم، آفساید بود. من فکر میکنم آفساید بود. ضربه بغل پای یوسف مزرعه هنگامی که ضربه زد سرابادانی، مزرعه در آفساید بود. کوتاه رو به عقب برای قاضیپور، ارسال عالی، موقعیت و گل، گل برای ذوباهن. چقدر این ارسال عالی بود از پدرام قاضیپور. آرش قادری بود که دروازه رو باز میکنه. مدافع ذوباهن که این هفته یک کار بزرگ هم انجام داد، آرش قادری. فکر میکنم 7 زندونی رو آزاد کرد که جرایم غیر عمد داشتن و اینجا هم خیر داشت براش و پاش به گلزنی هم باز شد برای زوبی ها. ارسال خوبه
پدرام قاضی‌پور، ضربه سر نادر محمدی و توپی که به آرش قادری خورد و دروازه فولاد خوزستان باز میشه در فولادشهر. ذوباهن 1-0 در دقیقه 35 پیش میفته از فولاد خوزستان. عرفان قهرمانی، یه پاس بلند، حرکت از امید لطیفی، کنترل عالی، لطیفی زمین میخوره اما اعتقادی به خطا نداره داور. نیمکت ذوباهن روی هواست، بازی جریان داره. جدی یه ارسال بلند، توپ دور میشه توسط نعمتی. توپگیری خوب، فرصت است برای ذوباهن. پهلوان، یه شلیک سنگین از احسان پهلوان به یاد روزهای جوانترش که از همین زاویه بود که دروازه پرسپولیس رو باز کرد. دقیقاً از همون نقطه به توپ ضربه زد اما این بار توپ از بالای دروازه حامد لک به بیرون رفت. خوب زد، نگه میداره رو به عقب. احسان پهلوان، ارزی برای مختاری، میتونه شوت بزنه. پویا مختاری پیشروی میکنه. ابوالفضل رزاقپور، مزرعه برای خود رزاقپور، تکل بلند جدی رد میکنه. یه ارسال روی دروازه، فرصت برای فولاد، رد میشه از همه. اونجا مدافع ذوباهن بود که پوشش داد و پدرام قاضی‌پور بود که دروازه ذوباهن رو نجات داد. شوشتری، خود قاضی‌پور روی پای راست، مرتضوی میزنه به درون محوطه جای مرتضوی، فرصت برای ذوباهن. چقدر خوب کار کردین، جوون آینده داره فوتبال کشورمون. یه بار دیگه صحنه قبل رو ببینید چقدر خوشگل دوتا رو جا گذاشت و اینجوری توپ رو روی هوا به سمت دروازه حامد لک شلیک کرد و حامد لک هم خوب کار کرد. رزاقپور، اسد بیگی، پاس خوب برای رزاقپور سمت چپ، موقعیت خطرناک روی دروازه ذوباهن. یه ارسال رو به جلو و حالا دروازه ذوباهن باز میشه. احسان محروقیه که دروازه رو باز میکنه. حساب کار 1-1 مساوی. قاسم عدادیفر معترض روی صحنه قبلی. حالا شاید میخوان اشاره کنن که باید VAR چک کنه اون صحنه رو، چون منجر به گل شده این سمت. ببینیم این اتفاق میفته یا نه. امید لطیفی هم اینجا بود که یه دست گذاشت، بازی ادامه پیدا کرد. ببینید کاملا هول داد سینا اسد بیگی، ادامه همون اومد و اینجوری دروازه ذوباهن باز شد توسط احسان محروقی. کماکان حملات فولاد ادامه داره. ساسان انصاری، یه پاس خوب، یه پاس ارضی، موقعیت عالی، چه توپی رو از دست داد بازیکن‌های فولاد. فرد ارتباط قطع کرد. دوباره رزاقپور، اشتباه توپگیری از بازیکن‌های ذوباهن. حرکت از جلال علی محمدی، خود جلال یه شلیک، فقط میتونست مشت کنه حامد لک. خیلی محکم بود ضربه علی محمدی. توپگیری خوب از بازیکن‌های فولاد. یه پاس رو به جلو موقع برای فولاد خوزستان. این پاس رو به جلو و از ساسان انصاری بعید بود، خیلی عجله کرد. البته آفسایدش هم اعلام شد. رو به عقب، یه اشتباه موقع برای ضد حمله علی اسلامی. حالا فرصت برای ذوباهن، موقعیت هست برای زوبیا در دقایق پایانی. علی اسلامی و حامد لکه که نجات میده دروازه فولاد خوزستان رو. یه امتیاز شاید بخره حامد لک برای تیمش. چه توپی رو از دست داد بازیکن ذوباهن. علی اسلامی میتونست پاس بده، اگه پاس میداد امید لطیفی
مقابل دروازه خالی قرار میگیره. حامد لک کاملا بست، اونجا اجازه نمیده و سوت پایان این دیدار تقسیم امتیازها در فولادشهر. تقابل شاگرد و استاد برنده‌ای نداشت، 1-1 مساوی. یه قاب زیبا رو میبینید بین قاسم عدادی‌فر و یحیی گل محمدی. امیدوارم که این بازی مورد توجه شما هموطنان عزیزم قرار گرفت.